همدوران عزیز دوام ایتیم ما نوار را از پیستازور اکای عبدالسعید واقع در دهه من بالای چورکاران دهه معرفتی در همین شهر دوشنبه هم گوییم میشد چسبیدگی در شهر دوشنبه. اکای عبدالسعید همین پیستایی که میبینیم همین درخت پیستا چند ساله است؟ این همین 12 ساله هست. همین درخت 12 ساله. این همین 12 ساله 2009 2010 شیناندگی. من همین 2 سال شد حاصل نو با بار میبره. پیستای تاجیکی هستین؟ پیستی تاجیکی است. از دانه شیناندگی؟ از دانه شیناندگی. اینا من این حاصلش من نگاه 1 2 3 4 5 6 7 حاصل یک دانگی یا که خوشه میکنه؟ خوشه من انا خوشه خوشی پررنگی اینه. انا خوشه پررنگی ها؟ 30 تا داره یاتش 20 تا داره 25 تا داره. من اینجا دامن خوشه قطعی دانه است. همدیاران عزیز انا تماشا کنید انا نو دارم من خالی میکنم چه ببینید 1 خوشه 2 خوشه من دانه پیستا 3 خوشه 4 خوشه 5 خوشه 6 خوشه من 7 8 9 خوشه دریا نودچه ممکن نیم کیلو باشه. ها نیم کیلو زیاد میبنده. همدیاران عزیز انا این پیستای تاجیکی است. پیستای تاجیکی خودمون من اکنون با شما تشویقات میکنم که پیستایی ترکی کنید. البته اگه شما من همین راست شگوید از همه خوبش کدام پیستا خوب برآمد شما؟ پیستا ایران ترکی بسیار خوشرو برآمد. ترکی با بهترین ای چون که تیز حاصل میداره. همدیاران عزیز مزهش کدام با مزه است؟ ترکی. مزهش هم ترکی با مزه خودمون. ترکی خودمون از آن خودمون با مزه هم باشد اگر نهایت میده است. نهایت بعد پوچش بسیارتر میبرد. پوچش بسیار میبره. این ایران و ترکی دا پوچش کم میبره. ترکی دا پوچش کم میبرد. همدیاران عزیز عین حال ما 3 روز دیگه مهلت داریم که شما از من میتونید پیستاهای ترکی رو درخواست کنید. مبلغ شاتیت و ما روز 25 خدا خواهد از ترکیه ماشین بار کردیم که برای شما هم نهالای پیستا بیاریم. من ببینید حاضر ما انا اینجا یک بار مراتبه من این جر رو نشونته. من همدیاران عزیز ببینید که اکای عبدالسعید من پیستای جدید بیا خوشوی پیستا رو نشونته. است. وایشم دور کشم. من ببینید که جاری که من استفاده نمیتونم. جاری که آدم جار میشه. این خوشوی پیستا رو ببینید 2009 مونده است. من دیدید؟ واش نشونته. اول با وجودم بسیار. اینا ببینید. همدیاران عزیز من چی گفتنیم؟ برای چی من تشویقات پیستا کردنیم در تاجیکستان؟ 3 سال است من تشویقات انگور و لیمون رو کردم. انگور در موسمش 1.5 سومون فرامد. لیمون حاضر 5 سومون 4 سومون. بسیار شد. هم بسیار شد که بیخو ندانست چیکار کند و بسیارش میپوسد. و من حاضر تشویقات پیستا رو برای چی کرده استودم؟ این نمیپوسد. من اکای عبدالسعید گپ زنید. وقتی که میگیرید خانواده میمونید. دل خو وقت خریدار که اومد میفروشید. همین 1 سال میتونه که همین به اوزار است. همدیاران عزیز همین خیلی تل و تپا همه دارد. همین تل و تپا به هیچ که در کار نیست. شما همون رو گردکش محکم کنید و پیستا کنید. 10 تا 20 تا 30 تا 10 کیلو پیستا شما 1000 سومون. شما این درخت پیستا رو ببینید که اگر همین 10 کیلو تیت 1000 سومون به شما میداده است یگان درخت این خیلی رنتابل نیست. این خیلی فایده آور نیست با مانند پیستا. اکای عبدالسعید شما حاضر در فکرتان هست او بولان پیستا کردید؟ ها من بولادم پیستا کردگیم. با من گفتم در فکرتان هست زیاد کنید که علاقه زیاد کرده بدید. زیاد کردگیم. بچه بازو. همدیاران عزیز آمدیم با دیگر قسمت همین باغ. این پیستاهای کمان رو ببینید در قبط شهر دوشنبه و اکای عبدالسعید شما با ما گوید که برای باغ پیستا در چند دانه پیستای مدینه یک تا نرینه در کار؟ در 10 تا 1 تا میشود. در 10 تا 1 تا میشود. اگر 100 تا 8 تا باشه نه 12 تا باشه نه. برای برداری خود نقد میکنه. برای بردار کردن است. نرینه را از مدینه فرق کرده میشود می؟ البته فرق کرده میشه. من تخمی چی مخچی نرینه نظر با مخچی مدینه کلون است. کلون است. ما اول اینا نمیتونستیم حاضر همش گویا رنگی وای شدگی.
پروفسیونال رنگ پروفسیونال شده که اینا مخچیش ببینن ای مخچی نوانگی دیدگی تنداکی اسکانر جون کالونا اینا این مخچوش کلانتر این نرینا اینا نگاه مخچش فرق میکنه اینا نگاه کنه چه خیلی مخچش میتونه باید خیلی هست همین مدینه این دم کلون ای مخچش انا این مخچی نرینا بود انا این مخچی مدینه رو آمدن این مایده این تولن نه من ببینید من اینا ببینید بستگی ها من ببینید همین تخمینا همین چند کیلو گرفته بوده در همین درخت 12 13 کیلو گرفتی 12 13 کیلو او با تاخیرش نه چیندید کو آخه خیلی این با پس مونده شه این دوم بند و سوم بند هم خیلی میشود این روز میبندد این میشه ان اگه بو ایجا بیاد تو کلون میگه سنی یکم بازو همجوران عزیز ما اومدیم پس یک نهال پیسته دیگر و اکم میگم که این پیسته کدام پیسته کدام نهال است این کدام ذات است ذات ایرانی است ترکی است ایران است انا ببینید اکا اینا کلونی این رو ببینید این پیسته رو کلونی اش رو ببینید این در حقیقت خیلی پیسته بوده است این اکو داتناش سخت شده است وقتش با نگرفتیم کلون شده است باز ما یگان جا دیگه با پیسته های ترکی میوبیم یعنی که همجوران عزیز پیسته های پیوندی رو وقتی که ما با شما میبیاریم خدا خواهد در 4 بسیار در 5 سال میبندد شما اکنون اکا سید یک گوید که همین پورو میتیه دیده و یک شلده یک سفیل پورو یک پیولا نیتراموفوس میتیه از تیرامو تیرامو اینا ما سر کردیم اینا ریختیم اینا من اینا اشده ریختیم من اینش با پیوندی های این هم به پیوند داره هم پیونده اینا به پیونده حاصل نگرفته حالی پیونده علاقه اول پیش اینا حاصل شد کجا پیوند کرده اینجا اینا پیوند کرده خودمون پیوند کرده این مایده که در قوت همون کلونی پیوند کرده یک این بس است علاقه و این کلون بود من اینجا شو بریدم من هم خیلی نوده کرد نوده داد همین نوده را ما پیوند کرده آدمایی که پیسته کلون دارن نمیبندد چی مسئولیت میتید پیستی کلان دارم من همین موبایل شخ میبرن 1 2 3 4 نودش میبرن من هم خیلی نرکینی نو میکنم این قاق شدن نداره نکن وقتش قطعی با ماه آگوست سنتیابر نبرن اما این همین تیرامو تو ماه مارت میبری تیرامو تو ماه مارت میبری انا این کی وقت کرد نودی نو کرد من اینجا با پیوند میکنم این هم نرینه میشه میشه هم مدینه میشه یا که مدینه هم باشه اونش دیگه خیلی میبرده اینش دیگه خیلی یعنی که در یک درخت هم نرینه هم مدینه میشه هم مدینه میتونی دو نمود مدینه بند شما زیچی بد نشنوندید بسیار نزدیکی بد شنوندید زیچ او وقت گوش نبودیم زیچ شنوندید زیچ شنوندید نفهمیدید باید 6 و 8 باشه 6 با 8 6 با 8 باشه 6 با 6 کنیم چی 6 با 6 هم توغره فکر کنم 6 با 6 توغره است یا که 5 با 5 کمش کنیم نه 5 با 5 نزدیک میشود اکا جون نزدیک میشود 6 با 6 اینا نگاه کنه اینا پیسته 2007 حالا پیسته 2007 تو شنوندگی بودیم 2007 اینا کم 2007 من این جوش یافتم نگاه کنه ای پیسته 50 ساله قوزمالک ده کلانه ها این ای پیسته 50 ساله چیز نوه قوز ترکیه کلانه من ترکیه ده بودم از پیسته 50 سالگی ترکیه کلانه این او این حال همین اساسش 7 15 ساله این همین 15 ساله همون چند کیلو میبنده همون 30 کیلو میبنده همجوران از 30 کیلو در 15 ساله نهول بسته است شما همتون فرزند دارید نبره دارید باغ کنید پیسه‌دار کنید با فرزند و نبرهاتون میموند خدا عمر که شما خودتون رو دراز کنه در یک شما که شما هم از پیسته‌های خودتون شنونده برخوردار شوید و فروشید و من مقصدی اساسی من چی است چقدر که گفتم لیمون تا 5 سوم فرو آوردیم و انگور تا 1.5 سوم فرو آوردیم پیسته تا 50 سوم فرو آوردیم تا 30 سوم فرو آوردیم همین دشت تاجیکستان ما با صادرات کننده پیسته مبادل شود و این یک کارخانه کلان است چون که کیلو این رو که $10 یک کیلوش رو فروختید یا اینکه 100 سومانی فروختید البته یک مبلغ خوبه با اویل شما وارد می شود از این سبب شما در تل و تپه ها منه عذاب کشیده سیب نکنید سیب رو دروازی کند فیض‌آبادی کند انا زردالو رو کنی بادامی اسفرگی کند هر یک آدم باید که همون محل خودش بر ریانی روانی گفتنی چی است پیسته تمام تل و تپه‌های گرد دوشنبه بر ریانی روانی گرد دوشنبه و خطلون و وحدت و انا این حصار و ورزوب و همه جا با این ریانی روانی این همه جا میشد قریبی که فقط کوهستانو بنا میشد
همدیورون عزیز انا یک مرتبه اینجا نشونته پیستازور رو چخل پیستازور شونه در جاری که آدم ایستادن نمیتوند همینجا با تراس زدگیو من ببینید تراس زدگی اکمو پیستش نوندیان با در زمین لالمی به آب اون طرفش انا اونجا پیستای کلون و ببینید اونجا کم کم آبشین هست کم کم آبشین که هست ببینید که پیستای چخل کلون شدگی و هوای هم پیسته هم کلونم همش انا کلونم پیسته اکجون انا این پیسته همش پایوندی اکجون صدام انا این پیسته پایوندی اکجون اینو نگاه کنید او پیسته پایوندی در حقیقت ببینید که چقدر کلون بسته است این دونه‌شو ببینید این با پیسته دونه‌شو ببینید یکو این در تورش که است شدنش این با حاصل هر ساله دارد من مخچی سال دیگه ده من حاصل داره یک خوشه دو خوشه سه چهار خوشه در یک نودچه همین که انمی خوشه یا انمی خوشه بوده انمی خوشی پررنگی من اینجا ده بستگی بود این سال من نوکی اینجا میبنده 4 تا من نگاه کنید 6 تا من اینجا ده با 3 تا این 9 تا در یک نودچه قریب 20 خوشه 15 تا 30 تا میبنده در یک نودچه این همی نودچه ده مهنتش چقدر است مهنتش یگان مهنتی وزبین ندارد همین این گیروندنش خیلی بعد گیرونده این آسان با یگان کسلی دوچور می شود با مانند سیب و گیلوس و شفتالو کسلی دوچور می شود اگر همین مخچه‌اش سال می شود که میخورد اگر همین سر وقت ماهای اپریل مای ده اگر همین کنی مخچی همین سال را آینده ده کروچی چی آسیب نمیبینه نگاه داشتن البته دارو زدن در کار البته در آینده من میگویم چی دارو زنن برای نگاه داری پیسته البته این رو هم یاد میتیم نگاه کنید این همش حاصله این همین حاصله این حاصله این میبندن همین این همین انیق میبنده انیق این با حالی با ماه اپریل مای ده اومده بنوار که گریسه ما همین رو با نشان میتیم همدیوران عزیز انا چخلی که اکای ابو سعید گفتن همگی 100 200 پرو در جیب از همین تیرابو یک پیولا نیترامافوس میرفت است یا که 2 پیولا اندازه بود بهتر این دیگر با این آب در کار نیست نه شما نمیدونید ریشه همین چند چقدر رفته گیره ریشه این ممکن اگه 40 متر 50 متر 30 متر ما 1.5 سالش کندم نتونستم این هم خیلی کندم نشد نیافتم 1.5 سالش اکم کنده است ریشه‌ش و آخرش رو نیافته است هم خیلی فهمیدم نیافتم همدیوران عزیز با چی گم حاضر ما سیوم نوار رو از خودی میوه همین پیسته های همین باغ میبینیم این من اینو رو گرفتم و حاضر تازه‌اش رو اینو میپرتیم تازه‌اش رو میبینیم که اپای حبیبه ما اپای حبیبه بودن اپای محبوبه ما پیسته چین هستن اپا من اگه نشونده پیسته چینی نامدار اپای محبوبه ما همسر اکای عبدو سعید اپا هم شرم داشته رفتن لیکن اکن دهقان اصیل اپا هم ده کن جنرال اپا پیسته چینی در اختیاری زنها می باشد برای هوای اپا جان شما دستتون درد نبیند پیستاتون رو نشان تید همدیوران عزیز ما اومدیم اپای محبوبه با ما در 3 لاله پیسته پیشنهاد کردن اپا جان بگوید که کدامش از پیسته های کدام سورته من این یکمش پیسته ایران پیسته ایران دویومش این تاجیکی خودمون سیومش این پیسته ترکی پیسته ترکی باید انا کن همدیوران عزیز من حاضر پیش از اون که همین نوار سر کنیم من چشیدم در پیش شما بخورم اگر با یک آدم ایراد میگیرد که خوردی همین پیسته از جای تیم اگر جای تیم ترکی با یکم جای میتیم از جهت مزه تاجیکی با دویم جای میتیم ایرانی با سوم جای میتیم از جهت مزه از جهت صفت بزرگیر ایران یکم جو کلون ترک اینم کلون ترک هم کلون سالک فرق میکند دویم بعد تاجیکی با هر حال اگر وقتی که شما یک مرتبه خوردید چشیدید دیدید رفته از بازار با ترکی بخرید چون که پیسته بامزه است هم کلون است اگر من پیسته ترکی و پیسته ایرانی رو گیرم از نزدیک بیارم نف قریبی که فرقش نیست فرقش نیست پیسته ترکی روغن داره کم خیل برای که تنش سیاه هست پیسته ایرانی کم روغن است تنش سفید است
انا بچو من فکرم رو عوض میکنم از جهت سفید از جهت صفات جوی های یکم رو هم به ترکیه هم به ایرانی میکنم برای که هر دوشم یک رزمر بوده است بعد تاجیکی میکنم تاجیکی خودمون بسیار مایده شکفتگیش کم ترکی قریبی که همش شکفتگی است ایرانی هم قریبی که همش شکفتگی است من هم خیلی پیسته ها بوده است هم دیاران عزیز من با تکرار میکنم 3 روز دیگه مهلت داریم که من از شما زکز گیرم زکز پیسته گیرم و به شما درخت پیسته رو دسترس کنم و شما پیسته زرها کنید یک رفیقم از قیرقم زنگ زد که هر سالی 20 کیلو پیسته میگیره در قیرقم در قیرقم پیسته میگیره از یک درخت یک دو درختش هست یک نرینه یک مدینه هم دیاران عزیز من این بود توصیف و تعریف پیسته های اکی عبدالسعید با شما عمری دراز خواهانم و میخوانم که همین رئیس های همین ناحیه ها شما رو دعوت کنن همجا رو حجت کرده تیانو گویان که همین تل و تپا رو همش پیسته زور کن اگر کند میکنید البته نمیکنم چون نمیکنم میتین یا نمیتین ایشالله دلشون خدا اندازت میتین دلشون خدا اندازت اگر میتین که شما درسته لیکن نکن خدا بسیار کردنتون در کار همدیاران عزیز من این باغ اکی عبدالسعید بود من دیده ایستادم به غرض از پیسته در اینجا قطار انگور هست قطار شفتالو هست این شفتالوی گوجگی است شفتالوهای پیوندی کلخوزآباد میفروشید نقض میشود میشه و تپه را بینید چند گکتر پیسته زور شده است و بالا نورگید تپه و تل و تپه نورگید پیسته و بادام هم هست همدیاران عزیز یک چیز دیگر رو من قید کردنی هستم همچون علاقه تجربه کوریدور بینید من شما با نقل کنم گپ زنم در کدام قسمت زمین درخت نقض میروید همدیاران عزیز بینید آفتاب از این طرف میبروید این طرف میشیند در طرفی که آفتاب میشیند اگر انم خیلی تپه باشد درخت شما بسیار نشنامای خوب میکند برای چی؟ برای آنکه بعد از ساعت 2 علاقه آفتاب پشت تپه میگذارد و جوشی آفتاب در زمین شما نمیرسد و نمی زمین شما نمیپرد اگر در وای طرفی تپه شنونید طرفی وای طرفی داره نشونته ساعت 2 3 4 تا 6 بیگه آفتاب در طور سری همون تپه است و نم رو از اون تپه میپراند و باغ شما در اون طرف نقض نمیشود همون وقت حرکت کنید که در تپه شنونید که بعد از ساعت 2 3 علاقه آفتاب پشت تپه گذرد طرف تپه سایه ماند اونجا درخت شما نقص نشناما مییابد چون که نمیوید تیز بخور نمیشود اکا سعید از روی تجربه من درست گفتم درست گفتی اکا اسکندر جان درست گفتی شما درست گفتی اگر همین طرفی آفتاب میشیند بسیار نشناماش شروع میشود طرف آفتاب راست بیگه روز ده آفتاب چقدر جوشش در اونجا میرسد نم تیز میپرد همدیاران عزیز انا دیدید این طرف که آفتاب شین است من این شفتالوهاشون رو بینید به آب شما همیشه آب میتید اینا آب آوردگی ایگونجا آب اگجا آوردگی آوردگی ما 8 کیلومتر 8 کیلومتر آب آورده چند مرتبه با یک مرتبه آب میتید 2 مرتبه 3 مرتبه آب میتید تپا رو آب داده نمیتونید اخی آب میتید آب میتید چند مرتبه گی قطرگی آب میتید همدیاران عزیز انا آب بوده است همدیاران عزیز اینجا آب آوردگی هستن آب از 8 کیلومتر نبینید چقدر مهنت کردگن آب چشمه بوده است و مزه شما فهمیدم که آب از آب دریا فرق میکنه آب چشمه است نه آب چشمه مزهش فرق میکنه حالا همدیاران عزیز با چی گویم به شما پیسته کنید بادام کنید چرمز کنید چون که نگاه بینشان آسان است و من حاضر تشویقات میکنم که در تاجیکستان بسیارتر مویز کنن چون که فروختنش آسان است بعد انگورهای سورت مویزی کنن حاضر انگور که میوه تر و تازه رو از تاجیکستان برآوردن قین است برای هوای پیسته کنید پیسته بی نهایت درختی که از شنیدی من 300 سال عمر میده است نه 1500 سال 1500 سال 1500 سال عمر میبینه او 300 سال گفته که شما من صنفی 4 بودم در دهنه یک پیسته هست یک پیسته در یک جره خیلی باجو بلندی پستش 8 متر بلندش 8 متر در مابین همون جر ایستادگی من 60 چند سال شد خیلی 60 چند سال شد من 55 سال شد من همون درخت میرم میبینم هر سال حاصل میتید
همونجا اتکش میچینن با همون خیلی بزرگ شده رفته شده. همداران عزیز دیدید پیسته چه درخت خوب بوده است. باز تکرار میکنم 3 روز مهلت است. با من به تماس بروید، پیسته زکس کنید. ما با شما پیسته ترکی که در 4 سال علاقه به حاصل میدارد با شما پیسته دست کنم. در 4 سال به حاصل میدارد. البته میدارد. شما دیدید در تجربه. من همینجا در حال مخچش هستم. شما یکم دونه من همینجا. همداران عزیز ما با گفتهای اکی عبدالسعید باور میکنیم و حقوق باور نکردن هم داریم و این تلو تپایی که دیدیم ما اینقدر پیسته‌زاری که دیدیم حیران شدیم. رحمت به اکی عبدالسعید. اکی عبدالسعید شما با یک بار دیگه خوش آمدید میگم به گروه انگور و باغ. شما دایر با پیستکاری حاضر به واسطه گروه انگور و باغ در با خلق یک خدمت شایان کلانی کردید. با خلق فهموندید که پیسته‌زار میشد است. همداران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید، لایک مونید، پدلیت کنید و با گروه انگور و باغ آدما رو تشویق کنید که همراه شوند.